با سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان تلویزیون حزب کمونیست ایران. در خدمت شما هستیم برای تقدیم اخبار نیمروزی روز سه‌شنبه. سرخط خبرها: ادامه تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌های ایران با آتش زدن پرچم، تجمع 3 روزه کارگران سیمان خوزستان در اعتراض به کاهش حقوق، بیانیه زرتشت احمدی راغب و مسعود فرهیخته از زندان مرکزی کرج، صدور حکم اعدام برای محمد عباسی و 25 سال حبس برای دخترش و درخواست کایا کالاس برای راه حل دیپلماتیک در مناقشه با ایران. ادامه تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌های ایران با آتش زدن پرچم. روز دوشنبه 4 اسفند ماه همزمان با سومین روز از تجمعات دانشجویی در پی اعتراضات دیما، ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از برگزاری اعتراضات در شماری از دانشگاه‌های کشور خبر می‌دهد. بر اساس تصاویر منتشر شده، دانشجویان در دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه الزهرا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و فرهنگ تجمع کرده و شعارهای علیه جمهوری اسلامی و برخی از مقامات ارشد حکومت سر دادند. در یکی از ویدیوها که گفته می شود مربوط به تجمع در دانشگاه الزهرا است، گروهی از معترضان با سر دادن شعار تصاویر را که به کشته شدگان جنگ 12 روزه نسبت داده شده از دیوار جدا کرده و پاره می کنند. در ویدیوهای دیگر نیز صحنه‌هایی از آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی توسط معترضان در همین دانشگاه دیده می شود. همچنین گزارش‌هایی از برگزاری تجمعات اعتراضی در برخی دانشگاه‌های مشهد و اصفهان منتشر شده است. در دانشگاه تهران نیز خبرهایی از بروز درگیری میان دو گروه دانشجویان و بسیجی‌ها منتشر شده است. تجمع 3 روزه کارگران سیمان خوزستان در اعتراض به کاهش حقوق. حدود 150 کارگر کارخانه سیمان خوزستان که از شرایط بعد از تبدیل وضعیت شغلی خود رضایت ندارند، از صبح روز شنبه 2 اسفند ماه دست به اعتراض صنفی زدند. یکی از کارگران سیمان هفتکل اظهار داشت حدود 150 کارگر از مجموع 800 کارگر سیمان خوزستان هستند که از حدوداً 1 سال پیش از پیمانکاری به یک شرکت تامین نیرو زیر مجموعه شرکت اصلی تبدیل وضعیت شدند، اما تغییری در وضعیت شغلیشان ایجاد نشده است. وی گفت بعد از سالها انتظار برای تبدیل وضعیت و عقد قرارداد با شرکت اصلی هنوز تغییری در شرایط کاری خود احساس نکردند. در حقوق آنها نه تنها افزایشی انجام نشده، بلکه دریافتی‌هایشان به نسبت قبل کاهش یافته است. این کارگر با بیان اینکه همکنون وضعیت شغلی و معیشتی آنها مانند سالهای پیش است، گفت کارگران که در مجموعه سیمان خوزستان کار می‌کنند، فاقد اضافه کار، بنکارت، پاداش و بهره‌وری و برخی مزایای دیگر هستند. بیانیه زرتشت احمدی راغب و مسعود فرهیخته از زندان مرکزی کرج. زرتشت احمدی راغب و مسعود فرهیخته، 2 زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج، روز دوشنبه 4 اسفند ماه با انتشار بیانیه‌ای از درون زندان خواستار همبستگی و اتحاد نیروهای مخالف جمهوری اسلامی برای وارد کردن ضربه نهایی به دیکتاتوری شدند. در این بیانیه حاکمیت جمهوری اسلامی به استبداد و دیکتاتوری توصیف شده است و سرکوب معترضان مردمی، شلیک به معترضان و برخوردهای خشونت آمیز با دانشجویان از مصادیق نقض حقوق بشر عنوان شده است. نویسندگان بیانیه با اشاره به آنچه پنجشنبه و جمعه سیاه دی‌ماه خواندند، حکومت را مسئول کشتار معترضان دانسته و اقدامات نیروهای بسیج در دانشگاه‌ها را نیز نمونه‌ای از تداوم سرکوب مطالباتی مدنی برشمردند. زرتشت احمدی راغب و مسعود فرهیخته در ادامه با اعلام حمایت از خیزش و ایستادگی مردم بر ضرورت کنار گذاشتن اختلاف‌ها و پذیرش دیدگاه‌های متنوع در میان مخالفان تاکید کرده و اتحاد و ائتلاف را شرط دستیابی به رهایی ایران دانستند. اجرای حکم اعدام دست کم 10 زندانی در زندان‌های رژیم. سحرگاه روز دوشنبه 4 اسفند ماه حکم اعدام دست کم 10 زندانی در زندان‌های گرگان، قائمشهر، درود، اصفهان،
نیشابور، کرمان، کاشان، ساوه، قوچان و زنجان به اجرا درآمده است. بر اساس این گزارش هویت اعدام شدگان ایلیاس سائی، نوید شهسوار، علی صفر گودرزی، سامان جوزی، یعقوب شفیعی‌زاده، حشمت شکری، سلطان مراد شعبانی، کیوان امینپور، سیاوش عموزاد و روزبه زمانی اعلام شده است. ایلیاس سائی در زندان گرگان، نوید شهسوار در زندان قائمشهر، علی صفر گودرزی در زندان درود، سامان جوزی در زندان اصفهان، یعقوب شفیعی‌زاده در زندان نیشابور، حشمت شکری در زندان کرمان، سلطان مراد شعبانی در زندان کاشان و کیوان امینپور در زندان ساوه اعدام شدند. این افراد در پرونده‌های جداگانه با اتهام قتل بازداشت و از سوی محاکم کیفری به اعدام محکوم شده بودند. همچنین احکام اعدام سیاوش عموزاد در زندان قوچان و روزبه زمانی در زندان زنجان در ارتباط با اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر اجرا شده است. تداوم وضعیت نامشخص حمید ریزانه و دانیال امینی، دو نوجوان اصفهانی. وضعیت دو نوجوان بازداشت شده در اصفهان به نامهای حمید ریزانه و دانیال امینی با گذشت 54 روز از زمان بازداشت آنها در حالی از ابهام قرار دارد و این در حالی است که فیلمی از اعتراف اجباری آنها در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده است. بنابر گزارشات منتشر شده، حمید ریزانه 18 ساله در تاریخ 13 دی ماه 1404 و دانیال امینی 17 ساله در تاریخ 15 دی ماه 1404 در منطقه خانه اصفهان این شهر توسط پلیس آگاهی بازداشت شدند. با گذشت نزدیک به 2 ماه از زمان بازداشت این دو نوجوان، علاوه بر انتشار فیلمی از اعتراف اجباری آنها، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که به حمید ریزانه اتهام جاسوسی نیز تفهیم شده است. حمید ریزانه در زندان دستگرد اصفهان نگهداری و دانیال امینی 17 ساله در کانون اصلاح و تربیت در دولت‌آباد اصفهان نگهداری می شود. صدور حکم اعدام برای محمد عباسی و 25 سال حبس برای دخترش. علی شریفزاده اردکانی وکیل دادگستری از صدور حکم اعدام برای محمد عباسی و 25 سال حبس برای دخترش فاطمه عباسی در ارتباط با پرونده کشته شدن سرهنگ شاهین دهقانی کاکاوندی در جریان اعتراضات دی ماه 1404 در ملارد خبر داد. به گفته شریفزاده اردکانی، شعبه 39 دیوان عالی کشور از پذیرش وکالت او و همکارش در مرحله فرجام‌خواهی خودداری کرده و با استناد به تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری مانع ورود آنان به پرونده شده است. او این استناد را نادرست دانسته و اعلام کرده با توجه به نزدیک بودن زمان صدور ری امکان پذیرش وکلای انتخابی خانواده فراهم نشده است. وی همچنین با اشاره به وجود شبهات متعدد در پرونده اعلام کرد به دلیل عدم دسترسی به محتویات آن امکان بررسی دقیق برای وکلای جدید وجود ندارد. در مرحله بدوی و در شعبه 15 دادگاه اتهام اصلی محمد عباسی محاربه عنوان شده است. پیشتر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از آغاز رسیدگی به این پرونده خبر داده و محمد عباسی را متهم ردیف اول معرفی کرده بود. وقوع تصادف زنجیره‌ای اتوبوس زاهدان به یزد در شهرستان یزد. در پی برخورد زنجیره‌ای چندین وسیله نقلیه در محور یزد، یک دستگاه اتوبوس مسیر زاهدان به یزد به همراه یک تریلی، یک کامیون و 2 خودروی سواری تیبا و پراید با یکدیگر برخورد کردند که در پی آن خودروهای سواری دچار آتش سوزی شده و دست کم 3 نفر جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش در این حادثه یک دستگاه اتوبوس که از زاهدان به مقصد یزد در حال حرکت بوده به همراه یک دستگاه تریلی، یک کامیون و 2 خودروی سواری تیبا و پراید با یکدیگر برخورد کردند. شدت تصادف به حدی بوده که 2 خودروی سواری دچار آتش سوزی شده و 3 نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند. گفتنی است که تا لحظه تنظیم این خبر جزئیات بیشتری درباره هویت جانباختگان و علت دقیق وقوع حادثه مشخص نشده است. بازداشت و بیخبری از وضعیت 4 زن بازداشت شده در ساری.
طبق اطلاعات منتشر شده، ساناز جهانتیغ از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی بیش از 1 ماه است که در زندان ساری به سر میبرد و در شرایط بلا تکلیفی نگهداری می شود. 3 زن دیگر به نامهای هدا فوری، مریم میرزایی و نیکا محمودی روز 3 اسفند 1404 در شهر ساری توسط ماموران اداره اطلاعات ربوده شدند و از آن زمان تا کنون خبری از محل نگهداری، وضعیت یا اتهامات مطروحه علیه آنها در دست نیست. منابع مطلع میگویند دلیل بازداشت هر 4 نفر فعالیت در فضای مجازی و حضور فعال در مراسم 40 جاویدنامان اعلام شده است. این بازداشت‌ها بخشی از موج گسترده سرکوب شهروندان پس از خیزش دیماه است. و درخواست کایا کالاس برای راه حل دیپلماتیک در مناقشه با ایران عنوان آخرین خبر. کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه 4 اسفند ماه در آستانه دور 3 مذاکرات ایران و آمریکا خواستار راه حل دیپلماتیک برای حل مناقشه با جمهوری اسلامی شد. کایا کالاس دوشنبه 23 فوریه در آستانه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت: ما به جنگ دیگری در این منطقه نیاز نداریم. همین حالا هم با جنگ‌های زیادی روبرو هستیم. او افزود: درست است که ایران در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد، اما ما باید واقعاً از این فرصت استفاده کنیم تا به یک راه حل دیپلماتیک دست یابیم. گفتنی است که ایران تاکنون 2 دور مذاکره غیر مستقیم با آمریکا با میانجیگری عمان را پشت سر گذاشته که اولی در مسقط پایتخت عمان و دومی در ژنو سوئیس برگزار شد. بینندگان عزیز، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با سپاس که تا این لحظه با ما بودید. تا دیداری دیگر، بدرود.